پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم یک روز میگه از عیدگاه برمدن خونه دخترش فاطمه رفتن، میگه امام حسن امام حسین دیده اومدن دامن رسوندن که یا بابا جان برای ما ایدی تین. پیامبر صلی الله علیه و سلم ایدی داد. امروز بنی برام بعد کودکام و بچیکام خدا خد ایدی تین خدا خد این خرسندی است. اینا اکثر کودکای ما مزه میکنن. پیامبر وقتی که ایدی داد میگه گوشه خونه رفت میگه فاطمه مادرمون یا خداوند گفت امروز اید است. نبیرگانی من از من ایدی پرسیدن منم از ایدی میخوام. وحی الهی اومد گفت محمد چی میخواهی؟ گفت من یگانه آرزوم گفت نه دنیا نه پول نه مال گناه امتام میخوام. گفت میخوام که گفت امتام در روز خرسندی تمام گناهاش را مغفرت کنیم. خدا گفت من گناه امتات مغفرت کردم. محمد خاطر جمع باشد امروز خرسندی است، شادی است تا که برای خرسندی تو من امتات بخشم.